اهمیت شب قدر در چیست؟ وجود شب قدر چه حکمت دارد؟ قدر به چه معناست و چرا این شب را شب قدر گویند؟ این شب چه خاصیت‌هایی دارد؟ عبادت کردن در این شب ارزشش چه قدر است؟ کدام عبادت‌هایی را باید در این شب انجام داد؟ در این نوار سعی می‌کنیم به این سوال‌ها پاسخ دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان، لحظه ها، ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها و عصرها همه پدیده های طبیعتند، ولی در عین حال همه مخلوق خداوندی بزرگ به حساب می آیند. در نگاه اول چنین به نظر می رسد که همه ساعت ها و همه روزها و شب ها با هم برابر هستند و ارزش یکسان دارند، زیرا به هر حال همه روزها و شب ها بر اساس چرخش یک خیله سیاره های آسمانی پدید می آیند. ولی در حقیقت چنین نیست. در بین 24 ساعت یک شبانه روز ساعت‌هایی هستند که ارزششان از دیگر ساعت‌ها دیده بالاتر است. مثلا ساعت‌هایی که در آن نمازهای 5 وقته خوانده می شود، یا ساعت از شب که بعضی‌ها در آن از خواب شیرین خود برمیخیزند و نماز تهجد می‌خوانند، ارزشی بسیار بالایی دارند. و همین طور در بین روزهای یک ماه بعضی روزها مثل روزهای جمعه از دیگر روزها دیده ارزشی بیشتر دارند. همچنین از بین ماههای یک سال بعضی ماهها فضیلت بیشتر دارند. عجب نیست اگر از بین 365 شبانه روز یک سال شب باشد که از همه دیگر شبها پر ارزشتر و با فضیلت تر باشد. و چنین یک شب وجود دارد و آن شب شب قدر است. قدر به چی معناست؟ قدر در لغت به معنای اندازه کردن، چین کردن، مقدر ساختن، یعنی معین و مشخص نمودن، یعنی هر چیزی را به تعداد معلوم و به شکل و نمود مخصوص قرار دادن. همچنین قدر به معنای تقدیر و تدبیر است، یعنی برای هر چیز از روی حکمت مقدار و اندازه معین قرار دادن. بنابراین شب قدر یعنی شب مخصوصی که در آن تقدیر هر موجوده و تقدیر هر چیز معین کرده می شود. در این باره خداوند متعال در آیت 4 سوره دخان چنین گفته است: هر کار و هر چیز بر اساس حکمت خداوند معین می گردد. یعنی خدای متعال در شب قدر هر آنچه را که در دوام سال انجام خواهد گرفت معین و مشخص می کند و تقدیر هر چیز را معلوم می سازد. حیات و مرگ، خیر و شر، طاعت و عصیان، خوشبختی و بدبختی، رزق و روزی و تنگدستی و همه دیگر کارها در همین شب معین و مشخص می شوند. اگر دیگر خیل کرده گویم چنین می شود: برنامه زندگی یک ساله ما انسانها و دیگر موجودات در همین شب یعنی شب قدر نوشته می شود. مثلا اگر به کار دولتها، کارخانه‌ها و مؤسسه‌های بزرگ نگاه کنیم، می‌بینیم همه اینها لایحه‌ها و برنامه‌های یک ساله خود را پیشکش می‌نمایند. بودجه یا همان بودجه یک ساله خود را معین می‌کنند تا اینکه در دوام سال کارها با برنامه پیش رود و هرج و مرج رخ ندهد. گویا چنین یک برنامه‌ریزی سالانه را آنها از قرآن یاد گرفته‌اند. برنامه‌ریزی که خداوند 1440 سال پیش به آن اشاره کرده است. به خاطر اهمیتی که شب قدر دارد، خداوند محض در همین شب برنامه هدایتش را یعنی قرآن کریم را نازل کرد. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و تو چی دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. در آن شب فرشتگان و جبرائیل به اذن پروردگارشان برای انجام هر کار فرود آیند. این شب تا برآمدن سپید دم سراسر سلامت و رحمت است. بنابراین قرآن کریم در شب قدر نازل شد. اما شب قدر کدام یکی از شب‌هاست؟ همه ما می‌دانیم که شب قدر در ماه شریف رمضان است. خداوند در این باره گفته است: ماه رمضان همان ماه است که در آن قرآن فرستاده شد. اگر این آیت را نیز در نظر گیریم، یعنی ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم، نتیجه چنین می شود:
قرآن در ماه رمضان نازل شد، قرآن در شب قدر نازل شد. یعنی وقتی قرآن در رمضان در شب قدر نازل شده است، معلوم می شود که شب قدر یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است. اما کدام یکی از شبهای رمضان؟ آنچه در بین علما مشهور است، شب قدر شب 27 ماه رمضان است. اما حدیث ها در این باره دو دسته اند. در یک دسته از حدیث ها پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم درباره این که شب قدر کدام است چنین گفته اند: شبهای قدر را در 10 شب آخر رمضان و شبهای وتر یعنی شبهای طاق جستجو کنید. شب 25، شب 27 و شب 29. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طور مشخص معلوم نکردند که شب قدر کدام یکی از شبهای رمضان است، بلکه فقط گفتند شب قدر یکی از شبهای طاق 10 شب آخر ماه رمضان است. اما در دسته دیگر از حدیث ها هر یک از شبهای 21 و 23 و 27 و 29 به طور علاهده تأکید شده اند. مثلا در یکی از این حدیث ها چنین میخوانیم: مرد نزد پیغمبر آمد و گفت: من پیرمردی ناتوان هستم و قدرت شب زنده‌داری برای من مشقت آور است. به شب مرا امر نما که شاید خداوند آن شب را به شب قدر راست نماید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شب 7 را بیدار بمان، یعنی شب 7 دهه اخیر را که شب 27 ماه رمضان است. اما چنانه که می‌بینیم پیغمبر شب 27 را در پاسخ به پیرمردی ناتوان تعیین کردند، به خاطر اینکه شب زنده‌داری همه شبها برای وی مشقت آور است. بنابراین کسی که سالم و بردم است و قدرت و توان شب زنده‌داری همه شبهای طاق دهه اخیر رمضان را دارد، پس باید این کار را بکند. شب 27 برای کسانی است که عذر دارند، مثلا پیر و ناتوانند یا بیمارند یا یگان عذری دیگر دارند. به خاطر وجود این دو دسته حدیث ها درباره تعیین کردن شب قدر، برخی علما از جمله امام نووی چنین گفته اند: شب قدر انتقال می‌یابد، یعنی شب قدر در یک شب ثابت نمی‌ماند. از شب 21 به شب 23، از شب 23 به 25 و از 25 به 27 و از 27 به 29، یعنی در یک شب قرار ندارد. خود پیغمبر شخصا همه شبهای دهه اخیر را شب زنده‌داری می‌کردند و این سنت آن حضرت به شمار می‌رود. خلاصه این که شب قدر برای ما مخفی مانده است. درباره این که برای چی شب قدر به طور دقیق معین نشده است، حکمت بزرگ نهفته است. حکمتش این است که مردم به همه این شبها اهمیت بدهند، همه این شبها را به عبادت و راز و نیاز بپردازند. همان طوره که خداوند رضایت خود را در میان طاعتها و عبادتهای گوناگون پنهان کرد تا اینکه مردم به همه نوع عبادتها روی آورند. خداوند غضبش را در میان گناهان گوناگون پنهان کرد تا مردم از همه گناهان بپرهیزند. دوستانش را در میان مردم مخفی کرد تا مردم همه به یکدیگر احترام بگذارند. قبول شدن دعا را در میان دعاهای گوناگون پنهان کرد تا مردم به همه دعاها روی آورند. اسم اعظم را در میان اسماءش مخفی ساخت تا مردم همه اسماء الله را بزرگ دارند و وقت و ساعت مرگ را مخفی نمود تا انسانها در همه حالت آماده مرگ باشند. در شب قدر کدام عبادتها را انجام دهیم؟ اولین عبادت در شب قدر این قیام اللیل است، یعنی بیدار ماندن در شب، یعنی شب زنده‌داری. پیغمبر در این باره گفته اند: کسی که شب قدر را بیدار ماند در حالی که به آن ایمان داشته باشد و به ثواب آن باور داشته باشد، تمام گناهان گذشته اش بخشیده خواهند شد. دومین عبادت این قرائت قرآن است. شب قدر شب نزول قرآن است، پس هر چقدر قرآن بسیارتر خوانده شود ثوابش چندین مراتبه بالاتر است.
قرائت قرآن در این شب برابر با قرائت قرآن در 1000 ماه است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است. هر ماه اگر 30 شبانه روز باشد، 1000 ماه برابر می شود با 30,000 شبانه روز. 1000 ماه برابر است با 83 سال. نتیجه می گیریم که یک شب قدر برابر است با 83 سال، یعنی برابر است با عمر یک انسان. بنابراین اگر کسی از روی ایمان و اعتقاد در این شب قرآن خواند یا هر عبادت دیگر انجام دهد، گویا این که به تنفس یک عمر عبادت کرده است و یک عمر قرآن خوانده است. یکی از بالاترین عبادتها در شب قدر این اعتکاف است، یعنی بازنشستن در مسجد برای عبادت خدا. اعتکاف یکی از سنتهای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. دعا کردن به درگاه الهی، راز و نیاز کردن با خدا در شبهای قدر یکی دیگر از عبادتهای ارزشمند است. البته انسان باید در همه دیگر روزهای و شبها دعا کند، ولی دعای و راز و نیاز در شب قدر ثوابش چندین مراتبه بالاتر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را در شبهای قدر توصیه کرده اند: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا، تو بخشنده و مهربانی، بخشش و گذشت را دوست داری، پس من گناهکار را ببخش. اهمیت دعای و راز و نیاز در این شب به این خاطر است که فرشته هایی که فرود می آیند دعاهای ما را می نویسند. همه فرشته ها در این شب بین آسمان و زمین رفت و آمد می کنند. یکی از وظیفه های آنها این است که دعاهای خالصانه ما را بنویسند. دعا در این شب به احتمال زیاد قبول می شود ان شاء الله. یکی دیگر از ارزشمندترین عبادتها این عمل خیر است، یعنی عمل نیک. خداوند این شب را بهتر از 1000 ماه قرار داده است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. مفسران درباره این آیت گفته‌اند هر رفتار نیک و عمل خیری که در این شب انجام گیرد بهتر از عمل خواهد بود که در 1000 ماه انجام داده می شود. زیرا در شب قدر خیر و برکتی که بین مؤمنان تقسیم می گردد مثل آن در 1000 ماه دیگر یافت نمی شود. همه اینها را گفتیم، ولی یک چیز را نباید فراموش کنیم. وقت شب قدر برابر با 1000 ماه، یعنی برابر با 83 سال است، پس باید سخت احتیاط کنیم مبادا که گناه از ما سر بزند. زیرا مرتکب شدن به میده‌ترین گناه در این شب برابر می شود با 83 سال گناه کردن. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين.